لخ از شابدالعزیز میومدیم تا تهران. حالا دونه شلوار و شورت و با میشه شانس آوردیم. خلاصه پلیس هم میگرفت دیگه. نه دیگه به حساب کن 12 تا آدم لخت کی میخواد بگیره، همه دستشون در میرفتن وای نمیزدن که منطقیه. سلامی دوباره. سلام کن بهشون. سلام علیکم. آقا ما دوباره همون روز یه ویدیو دیگه خواستیم بگیریم، یه خاطره دیگه بریم که داشته باشیم. بچه که بودیم تازه به دنیا می اومدیم ورمشن ما رو قنداق میکردن، نمیدونم پوشک نبوده. پوشک نبود. قنداق چیه واسه اونا که نمیدونن بگو. ور می‌داشتن دست و پاتو اینجوری سیخ میکردن توی یه پارچه، یه کونه انقدر میذاشتن لای پات بعد ور می‌داشتن اینجوری میبستن سیخ، اینجوری پونه را میزدن قشنگ مثل یه دونه مومیایی همینجوری صاف. بعد یه روزی ما گریه میکردیم، مادرم میگفت ساکت نمیشه. نگاه کردم پودرم میزدن، یه پودری بود، پودر بچه فیروز بود اسمش. من داشتم که پای آدم نسوزه، پای بچه نسوزه وقتی دست گریه میکرد. آره گریه میکرد. خلاصه هی ما گریه میکردیم، مادرم شیرین بیدار ساکت نمیشه، هی گریه میکردیم. آخر سر بو میکرد، میگفت بو نمیاد. آره میدید کاری هم نکردیم، کارخونه تازه عوض کرده بود ما رو دیگه، کار خرابی هم نکرده بودیم. گفتش که پس چشه این بچه. خلاصه هی 2-3 تا فوشم به ما داد بلا شده چرا ساکت نمیشی، چه خبرته؟ خلاصه چی واکت قنداق دید، قنداق پر خونه، چی شده؟ نگاه کرده و دیده و در پودر رو جا گذاشته وسط لنگ مای بیچاره، اونم صف قنداقو بسته بود، این پای ما زخم شده بود، درش هم پلاستیک بود، درش هم پلاستیک تیز. هی دست و پا زدیم این بریده و خون اومده، هنوزم جاش اینقدر الان شده، اینقدر جاش هنوز مثل جای آبله اینقدر مونده. من ندیدم، من نمیدونم. خلاصه حالا بعدن شب نشونه نه خلاصه هیچی، ما هی گریه میکنیم. این چه آخر سر نگاه کرده پامون اینجوری شده. خلاصه کلی خودشو نفرین کرده که چرا این در پودر جا گذاشته لای پای مای بیچاره. اونور تو گریه میکردی؟ از اونورم ننمون. آره الان بهش میگم یادش نمیاد، بعضی وقتا یادش میاد، بعضی وقتا یادش نمیاد. بهش میگم یادته ما رو چه بلایی سرمون آوردی؟ میگه نه. بعد الکی میگه البته یادشه. یادش؟ آره یادش. اون اصلا آلزایمر نداره. نه بابا اون ماشاءالله خدا بزن به تخته، خدا شو حواسش خوبه. خلاصه اینجوری از اولی که به دنیا اومدیم اعمال شاقه تا زمانی که زن گرفتیم همینجوری دردسر رو داشتیم تا الان. یه دفعه دیگه که دردسر جدید. آره خب رفته بودیم، بچه بودیم اون موقع، مدرسه میرفتیم، تابستون بود، رفتیم شابدالعزیز. اون موقع سر خیابون مولوی اتوبوسای 2 طبقه بود، سر شوش، میدون شوش اتوبوسای 2 طبقه بود. از مولوی پیاده میرفتیم میدون شوش، سوار اتوبوسای 2 طبقه میشد، اونم جلو طبقه بالا، اون جلو جای راننده میشستیم، اون جلو قشنگ پایین معلوم بود، کیف میکردیم. هر موقع راننده میاد الان زد به ماشین جلویی، بعد نگاه میکردیم دولا میشیم بریم، نه بابا 1 متر فاصله ده. اصلا اتوبوسا که الان تو انگلیس هم هست قرمزا، آره از اونا تهران بوده، از اونا تهران بود. سقف دا الان بدون سقفش هم فکر کنم الان اومده برای توریستا، ولی اون موقع 2 طبقه بود، اونم همش انگلیسی بود، از انگلیس می آوردن. 2 تا خط داشت، یکی شوش به شابدالعزیز، یه دونه مولوی داشت تا سرای آذری، از همونا سوار میشه میرفتیم چشم علی شنا میکردیم. هنوزم هست چشم علی فکر کنم، آره هستش هنوز. اونجا یه آب تمیزی داشت، از زیر چشمه یه کوی میومد، دور تا دورش هم کتیبه‌های قدیمی بود، قشنگ بود. از اون بالا میپریدیم تو، لباسامون رو بالا صخره‌ها در می آوردیم میرفتیم تو. خلاصه رفتیم شنا و اومدیم بیرون، دیدیم که هر چی تو لباسامون بود همه رو برداشتن بردن، جیبامون رو خالی کرد. چی داشتی؟ پول، بلیط، اینجور چیزا داشتیم، همه رو برداشتیم. باشیم رفتیم گفتیم بریم شابدالعزیز، سوار این اتوبوسا بشیم دوباره برگردیم شوش، از شوش هم میریم پیاده مولوی دیگه.
رفتیم تا نزدیک شابدالعظیم، دیدیم صف 2 کیلومتر مردم صف وایسادن برای اتوبوس سوار شدن. گفتیم بریم پیاده بریم تا از شابدالعظیم تا مولوی پیاده بریم. چقدر راهه؟ چقدر راهه؟ خلاصه هیچ. گفتم باشه بریم. شروع کردیم راه افتادن. 2 گروه شده بودیم، یه گروه این ور خیابون، یه گروه اون ور خیابون، بچه محلای قدیم یه گروه، بچه محل پشتی یه گروه. با هم دیگه از این ور خیابون سنگ پرت می‌کردیم واسه اونا سنگ پرت می‌کردیم، گوجه پرت می‌کردیم واسه اونا گوجه پرت، سیب پرت می‌کردیم، آخر ازم کله یکیشون افش کسی. جنگ داخلی بود. شابدالعظیم تا مولوی 4 ساعت طول کشید، شاید هم بیشتر، یادم نیست. و تورا هم دیگه رو می‌زدیم. تورا هم دیگه رو می‌زدیم، وقت می‌گذشت. خلاصه کلی طول کشید تا مولوی رسیدیم. ساعت تقریبا 5-6 بعد از ظهر بود رسیدیم. گرفتیم خوابیدیم. فردا ظهر از خواب بیدار شدیم، اینقدر خسته بودیم. اولین باری بود که حالا سنی هم نداشتیم که اون موقع، شاید 11 10 سال بود، زیاد سن نداشتیم. از شابدالعظیم پیاده اومده بودیم تا مولوی، خیلی راه بود. چند ساعت تو راه بودی؟ 4-5 ساعت شد، 5 ساعت شد فکر کنم. بعد دیگه اومدیم و گرفتیم خوابیدیم. فردا ظهرش از خواب بیدار شدیم، فکر می‌کردیم 2 ساعت خوابیدیم. بلند شدیم دیدیم نه بابا، مادرم بود چقدر بخوابید آخه شما. بابا اگه اندازه ما اینقدر پیاده رفته تو از ما بیشتر می‌خوابیدی. خلاص اینم یه خاطره دیگه بود. باحال بود، بد نبود. منتها الان میتونی از شابدالعظیم تا مولوی پیاده بری تو؟ نه چقدر؟ چند کیلومتر؟ چقدر راهه؟ چند کیلومتر؟ با ماشین حداقل نیم ساعت راست، حداقل. نه کیلومترش رو من مثلا کیلومتر نمیدونم. فکر کنم تو نیم ساعت 1.5-2 کیلومتر میرم. اون فایده نداره. این میدی چند کیلومتره؟ نمیدونم. شاید 50 کیلومتر باشه، نمیدونم 50-60. حالا بعدن تو چیز میزنیم ببینیم پیاده چقدر چند کیلومتره. اونو بزنیم متوجه میشی چند. اصلا تو بلد میخوایم الان بزنیم. آره دیگه تو گوشتو بیا. چقدر زده 16 کیلومتر. خب 16,200. بعد از پیاده روی نزدیک 3 ساعت زده. آره دیگه نزدیک 3 ساعت. 2 ساعت و 46. حالا اون موقع ما تو سر کله هم میذاریم نزدیک 4 ساعت آره تورا 1 ساعت جنگ بوده. آره جنگ بوده و هم دیگه هم میذاریم کله هم شکستیم مثلا. آره خلاصش اینجوری بود. حالا تو اون مسیری که قبلا بوده الان یه خورده هم صاف و صوفش کردم. اون موقع از شوش به اونور همه کج و کوله بود، زمینا خاکی بود و همه در به داغون بود و تا خود شابدالعظیم. الان یه خورده باز راه بهتر شده. خلاصه اینجوری بود. حالا یه جا میرید حواستون باشه لباساتون رو جای امن بذارید. حالا شانس آوردیم شلوار ملوارمون نبردم، وگرنه نه با اون لخ از شابدالعظیم میومدیم تا تهران. حالا بدون شلوار و شورت با میشه. شانس آوردیم. خلاصه پلیس هم میگرفت دیگه. نه دیگه به حساب کن 12 تا آدم لخت کی میخواد بگیره، همه دستشون در میرفتن. وای نمیزدن که دستش. خلاصه اومدیم تا تهران. دیگه صحبت چیزی نداری؟ نه دیگه ما پیاده زیادی برام میرفتیم. خزانه میرفتیم، پارک خزانه، میدون امام حسین میرفتیم. تو هر کدومشون هم یه خاطره توش هست. ولی فعلا بسشونه تا ویدیو بعد. خداحافظ. آره دیگه خداحافظ. حالا فعلا ترش میکنید، بذار یواش یواش واسهتون تعریف میکنم.